روز 19 سپتامبر سال 2022 در گذرگاه سرحدی گلستان در مرز اصفره با ناحیه بادکند ملاقات رئیس امنیت جمهوری تاجیکستان سیمومین یتیموف و رئیس امنیت جمهوری قرقیزستان قمچیبک توشیف برگزار گردید. در مذاکرات رئیس ولایت سوق رجبای احمدزاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده، فرمانده قشون‌های سرحدی امنیت جمهوری تاجیکستان رجب علی رحمان علی، رهبران مقامات حفظ حقوق ولایت سوخت، رئیس ولایت بادکند عبدالکریم علیمبایف و نمایندگان ساختارهای نظامی و انتظامی قرقیزستان اشتراک داشتند. در ملاقات جانب‌ها مسئله تامین ثبات در منطقه‌های نزد سرحدی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان را بررسی کرده برای رعایت حتمی آتش بس تاکید شده است. خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوق گفت در مذاکرات تاکید گردید که باید مسئله تامین امنیت ساکنان نزد سرحدی در محور توجه خاص قرار داده شده، من بعد مشکلات موجوده با راه‌های گفت و شنید حل گردد. از جانب رئیسان امنیت دو کشور پروتکل امضا گردید که طبق آن قوه‌های نظامی علاوگی و تکنیک‌های حربی به محل دائمی خود برگردانیده شده امنیت ساکنان تامین کرده شود. قمچیبک توشیف این پروتکل را سازش در مورد استقرار صلح نامید. این مذاکره ها در پی خشونت‌هایی است که روزهای 14 تا 17 سپتامبر در مرز دو کشور رخ داد. قرقیزستان از کشته شدن 59 نفر و تاجیکستان از هلاکت 41 نفر خبر دادند.